فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سبحانك لا در این سوره مبارکه در ابتدای این سوره خدمت شما عزیزان عرض کردم که آیات متعددی از این سوره و آیات زیادی که تقریبا 60 آیه و بعضی میگه 80 آیه نازل شد در جواب بعضی از مسیحیان و بعضی از نصارا که اونها آمدند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، هم علمایشون، هم سردارانشون، هم انسانهای با نفوذ، یک جمع بزرگی بودند از نجران شرق مدینه واقع میشه. امروز نجران از شهرهای نفتخیز عربستان سعودی هست. از اون منطقه آمدند خدمت آن حضرت و یک سری اشکالاتی، ایراداتی، شبهاتی درباره توحید داشتند، درباره عیسی علیه السلام داشتند. اون اشکالات را و اون شبهات را مطرح کردند، اون سوالات را مطرح کردند. در این آیات خدای عزوجل جواب دادند که خلاصه اون شبهات این بود که ما عیسی را و مادر عیسی را به عنوان خدا میشناسیم، به عنوان کسانی که مشکلات ما را حل میکنند، به دلیل اینکه عیسی علیه السلام بدون پدر متولد شد. یکی از دلایلشون این بود. عیسی علیه السلام بدون پدر متولد شد. دوم اینکه مریم علیه السلام که مادر عیسی بود بدون موسم برایش غذا و برایش میوه و برایش خوراکی آورده میشد. خب این قدرت خدایی هست، معلوم میشه اینا قدرت داشتند. و اشکال دیگر درباره سیدنا زکریا
که زکریا پیر شده بود، عمرش تقریبا بالای 100 سال بود، که دارای اولاد شد، دارای فرزند شد. انسان معمولا وقتی پیر بشه ضعیف میشه، لذا این کارهای خارق عادت هست، این کارهای بزرگ هست. اینها را کسانی میتونن انجام بدن که قدرت خدایی داشته باشند. این بخشی از اون اشکالات بود که اونها مطرح کردند. در این آیاتی که تلاوت شد، در این آیات الله عزوجل جواب دادند، پاسخ دادند، که پاسخ را انشاءالله به تفصیل ما میخوانیم. اما خلاصه اون پاسخ این است که خداوند میفرماید اینها، چه آل عمران به عیسی علیه السلام و به مادر عیسی گفته میشه، به دلیلی که عمران اسم پدر مریم بود. عمران بعد از اینکه وفات کرد مریم متولد شد. الله عزوجل میفرماید اولا که نه تنها آل عمران بلکه از آدم گرفته، آدم، نوح، آل ابراهیم، آل عمران، همه اینها بندگان برگزیده ما بودند، بندگان منتخب ما بودند، صالحین بودند، صادقین بودند. اما اینها همه نسل اندر نسل متولد شدند، از پدران خودشون به دنیا آمدند. خب این که انسان تولد بشه، این که انسان پیدا بشه، این خودش دلیلی که این انسان نیازمندی هست. اولا در پیدایش خودش محتاج پدره، محتاج مادره. پدر و مادری باید باشه که او را به دنیا بیارد. همین که اینها اولاد همدیگه هستند، نسل همدیگه هستند، ذریه همدیگه هستند، این خودش دلیل نیاز، دلیل حاجت، دلیل اینه که اینها اله نیستند، اینها خدا نیستند، اینها بندگان خدا هستند که در اون سلسله توالد و تناسل، سلسله که الله عزوجل برای ادامه بشریت گذاشته، در اون سلسله اینها از بقیه مستثنا نیستند، اینها متولد شدند. اما پیدایش عیسی بعداً الله عزوجل ذکر می فرماید که تحت یک قدرت الهی بود، اونم فضلش، قدرتش به خدا برمیگرده. لذا الله تعالی ابتداءً تاریخچه تمام برگزیدگان را، تمام انسانهایی که الله اونها را به عنوان انسانهای برگزیده و صالحین برگزید ذکر می فرماید. الله می فرماید ان الله اصطفى، همانا الله برگزید. اصطفا به معنی برگزیدن، به معنی گلچین کردن، انتخاب کردن. از بین بقیه بندگان اینها را برگزید. چه کسانی را؟ اصطفى آدم و نوحا، برگزید آدم را و نوح را و آل ابراهیم، آل ابراهیم را. آل ابراهیم از ابراهیم گرفته تا اسحاق، یعقوب، یوسف، تمام انبیاء بنی اسرائیل، ابراهیم، اسماعیل تا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اینا همه آل ابراهیم هست. علماء انبیاء بنی اسرائیل از نسل یعقوب اسحاقند، خاتم النبیین از نسل اسماعیل به ابراهیم، همه اینها آل ابراهیم. و آل ابراهیم و آل عمران، و آل عمران را برگزید، چون بحث آل عمران و الا آل عمران هم از ابراهیم است، اونم آل ابراهیمی. علی العالمین، بر همه جهانیان برگزید اینها را. خداوند اینها را برتر قرار داد، چون اینها بندگان خاص خداوندند، فرستاده شدگان الله هستند، منتخبان الله هستند. اما همه اینها با وجودی که منتخب و مصطفی هستند، اصطفا، برگزیدگان هستند، ذریة بعضها من بعض،
همه اینها اولادند، اولاد هم دیگه هستند، بعضی از بعضی پیدا شدند. لذا اینها از همدیگه متولد شدند، از همدیگه پیدا شدند. مثلا آل ابراهیم و آل عمران همه میرن به نوح علیه السلام میرسن، از نوح پیدا شدن. نوح با نسلش همه میره به آدم میرسه. همه اینها ذریه هم دیگه هستند، نسل هم دیگه هستند. و کسی که از پدری متولد بشه، از پدری زایده بشه، پیدا بشه، او نمیتونه خدا باشه. صفت خدا چیه؟ لم یلد ولم یولد. لذا اینها در توالد و تناسل، در به وجود آمدن خودشون محتاج هم دیگه هستند. والله سمیع علیم. و صفت خدای عزوجل، این صفت خدای عزوجل صفتی هست که خدا را معبود به حق ما قرار داده. الله عزوجل ذاتی است که همه چیز را شنواست و همه چیز را داناست. اینا نیستند. انبیا سمیع و علیم نیستند که همه صداهای ما را بشنوند و از همه احوال ما با خبر باشند. این فقط و فقط الله است. لذا این مقدمه بود. اما اصل موضوع، اصل جریان، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا. اصلش اینه که حضرت عمران که پدر مریم بود، ایشون امام مسجد الاقصی بود. بر اساس گفته خیلی از مفسرین امام بیت المقدس بود. و زمانی که مریم علیه السلام در شکم مادرش بود، ایشون وفات کرد. حضرت عمران یکی از صالحین بود، یکی از اولیاء بود و از مجاوران خاص مسجد الاقصی بیت المقدس بود. ایشون وفات کرد. بعد از اینکه وفات کرد، مادر مریم که در قرآن ازش یاد شده امرأت عمران، همسر عمران، دید که حامله هست، نذر کرد. گفت خدایا اون چیزی که در شکم من هست نذر هست برای مجاورت خانه تو. اون زمان یکی از عبادت ها نذر اولاد بود. در انبیاء گذشته بوده که کسی فرزند خودش را نذر میکرد و وقف میکرد برای مسجد الاقصی که این بشه مجاور اونجا، این بشه خادم خاص اونجا و شب و روز عبادت بکنه و با دنیا کاری داشته نباشه. لذا نمیدانست که اون چیزی که در شکمش هست دختره، فکر میکرد پسره و تا اون زمان رسم همین بود که فقط پسران را نذر میکردند و وقف میکردند. لذا گفت که خدایا الان ببینید اخلاص این مادر را. واقعا اون چیزی که کارساز است، کارآمد هست، اخلاص هست. انسان ولو اینکه عمل کوچکی انجام بده، عمل جزئی و معمولی انجام بده، اما خالص برای خدا باشه، رضایت پروردگار مد نظر باشه، خدای تعالی اون عمل اون کوچک او را چطور بزرگ میکنه و چطور تأثیرگذار میکنه. وقتی که مریم متولد میشه، مادرش حسرت میخوره که این که دختر شد. من نذر کرده بودم برای خدمت مسجد الاقصی پسری باشد، اما خدای عزوجل به او الهام کرد. الهام این را میگن که خدای تعالی در دل اولیاء خودش یک تصور و خیالی را که اونها اذعان بکنن، این
تخیل از طرف خداست، این فکر از طرف خداست. الهام کرد به او که اون پسری که تو مد نظر داری مثل این نیست، این دختر یک دختر ویژه است. خدا به دلش انداخت که همین را وقف کند. بالاخره برداشت و رفت مسجد الاقصی. اونجا گفت این را من وقف کردم، این مال خداست و مال خانه خداست، همین جا باشه و اینجا پرورشش بدید، تربیتش کنید، بزرگش بکنید، برای همین خانه خدا بزرگش کنید، خادم اینجا بشه. اونجا وقتی که بقیه مجاوران یک تعدادی بودند، یک جمعی بودند که اونجا اونها شب روز کارشون طاعت و بندگی و عبادت و خدمت خانه خدا بود. اونها وقتی که دیدن که این فرزند مال بزرگوار عمران هست، عمرانی که چند روز قبل وفات کرده بود، عمرانی که محبتش هنوز در دلها جای داشت، هر یکی میخواست که خدمتی برای خانواده عمران بکند. هر یکی از اونها داوطلب شد که ما تکفلش را به عهده میگیریم، ما سرپرستی به عهده میگیریم، ما از این کوچولو نگهداری میکنیم. خلاصه وقتی که همه داوطلب شدند، همه خواهان شدند، همه طالب شدند، حضرت زکریا هم در همین میان بود. زکریا علیه السلام هم جز عابدان خدا در مسجد الاقصی بود، اما نبی خدا بود. از طرفی باجناق عمران بود. زکریا گفت این حق مال من است، چون خاله اش در خانه من است، در عقد من است، خاله او را پرورش میده، خاله مثل مادر است. بالاخره اونها قبول نکردند و با هم به توافق رسیدند که قرعه کشی بکنند، قرعه اندازی بکنند. وقتی که قرعه اندازی کردند، قرعه زکریا در آمد و زکریا علیه السلام مسئولیت مریم را به عهده گرفت و مریم را پرورش داد و در خانه خودش نگه داشت. خود زکریا علیه السلام یک محلی و یک خلوتگاهی برای عبادت داشت. هر یکی از این مجاورین خلوتگاهی برای عبادت داشتند. مریم مقداری که بزرگتر شد برای او هم یک محراب می گفتند. محراب به معنی خلوتگاه، برای جای خصوصی عبادت. یک محرابی معلوم میشه که اون زمان عبادت دست جمعی کمتر بود در دین اسلام، چون دین اجتماعی هست. بهترین عبادت همینه که همه با هم عبادت بکنیم. به همین خاطر روز 5 بار بالاخره جمع میشیم، هفته 1 بار روز جمعه، سال 2 بار روز عید و مراسم حج. بهترین عبادت های ما همین عبادت های اجتماعی هست، اما عبادت های انفرادی و خلوت هم هست. اونها بیشتر عبادت هایشون عبادت های خلوت بود. محراب بود، خلوتگاه بود. محراب به معنی خلوتگاه، با ربشون خلوت میکردن. لذا به مریم علیه السلام و رضی الله تعالی عنها یک محرابی دادن که اونجا عبادت خدا بکند. تا اینکه زکریا گاهی می آمد، مربی بود، سرپرست بود، استاد بود، می آمد می دید که سبحان الله این بنده خدا میوه های عجیبی و خوراکی های عجیبی که اصلا فصلشون نیست، موسمشان نیست، جلوش گذاشته. تعجب میگه کی برایش میاره؟ مشخص بود، کسی نبود. به مریم گفت این از کجا؟ گفت اینها از جانب خدا. معلوم میشه که ولایت مریم و اولیاء اللهی مریم از همون ابتدا الله عزوجل به وسیله این کرامات، اینها را میگن کرامات. این که ما میگیم کرامات اولیاء از قرآن هم ثابته، یکی از همینه. مریم نبی نبود، مریم ولی خدا بود. قرآن میگه و امه صدیقه. لذا اما جلوش این خوراکی ها بود. آیات را توجه بفرمایید. اذ قالت امرأة عمران، زمانی که گفت
زن عمران، همسر عمران، رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، بار الها، بار خدایا، همانا من نذر کردم برای تو آنچه که در شکم من هست، محررا، آزاد، یعنی آزاد برای دین تو، این آزاد کنم برای خدمت بیت تو. فتقبل منی، پس قبول کن این را از من. معلوم میشه که بهترین مادر اون مادری هست که وقتی که طفل شیرخواری دارد به فکر آینده دین طفل خودش باشه. وقتی که مادر این درد را داشته باشه، این احساس را داشته باشه، خدای عزوجل فرزند را می درخشاند، فرزند را خدا به جایی، به مرتبه از مراتب دینی می رساند. اما وقتی که مادران مثل مادران زمان ما به فکر آینده مادی فرزندان باشند، فرزند من کاروبار خوبی داشته باشه، ماشین خوبی داشته باشه، ساختمان خوبی داشته باشه، خدا عزوجل همینها را میده، چون چیزی دیگه از خدا نخواسته، از خدا طلب نکرده. ولی وقتی که از خدا برای فرزند خودش دین بخواد، شب و روز هم مغمش دین باشد، دعایش دین باشد، دعایش ایمان باشد، اونها را خدا خود به خود میده، اونها را خدا متکفل شده. الله رزق هر انسانی را به عهده گرفته، اونها را خدا که میده، ولی خدا دیندارش میکنه. پس مادران ما، خواهران ما، دختران ما، خدا که بهشون اولاد میده به فکر ایمان آینده اولاد باشند، به فکر دینداری آینده اولاد باشند. وقتی که این فکر و این احساس و این درد در درون باشه، اخلاص مادر مریم باشه و ارتباط با خدا باشه، خود به خود بالاخره مریم ها متولد میشه و انسان های صالحی از بطن اونها، از وجود اونها خدا درست میکنه. لذا این محل تذکر است برای مادران و خواهران که برای فرزندان خودشون این دغدغه را داشته باشند، دغدغه دینی. انک انت السمیع العلیم، همانا فقط تو هستی بار الها، هر چیز را شنوا و هر چیز را دانا. تو میدانی که در دل من چی هست، در درون من چه سوز و گدازی هست، چه خلوصی هست و صدای من را تو میشنوی. لذا الله میفرماید این نظر را کرد. وقتی که یک نظر با اخلاصی باشد، نتیجهش هم انشاءالله نتیجه شکوفایی خواهد بود. الله میفرماید فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، زمانی که اون را وضع کرد، وضع حمل کرد و دید دختره، قالت رب انی وضعتها انثى، گفت بار الها، همانا من این را وضع کردم مؤنث یعنی دختر، والله اعلم بما وضعت، الله میفرمه خدا بهتر میدانه اون چی وضع کرده بود. خدا مگه نمیدونه؟ خدا خودش خلقش کرده. اما ولیس الذکر کالانثی، نیست اون پسر مثل این دختر، اون پسری که او در نظر داشت. او در نظر داشت یک پسری باشد که بنده خالص و مخلص خدا باشد، بنده متقی خدا باشد، عابد خدا باشد، اینجا خدا را عبادت کند، انسان صالحی باشد، خادم دین خدا باشد. اما الله عزوجل یه چیز بزرگتر و بالاتر از اون چیزی که نیت کرده بود بهش داد. الله خواست که دختری باشد که این دختر ولیهی باشد، صدیقی باشد و امه صدیقه، قرآن میگه مادر عیسی صدیقه بود. ولیه و صدیقی باشد که از بطن این، از شکم این فرزندی متولد بشه که جهانی را روشن کند، نه تنها صالح باشد، مصلح باشد، هادی باشد، راهنما باشد،
و انسانیت را به سوی هدایت و به سوی نجات راهنمایی کند. لذا خدای عزوجل چیز بزرگی خاص بشه به برکت این اخلاص. الله می فرماید و انی سمیتها مریم. مادر مریم میگه بار اله من این را نامگذاری کردم مریم. مریم به زبان همونها یعنی بنده خدا، عبادت کننده خدا. بعضی میگن مریم به معنی عابده هست، عابدت الله، یعنی دخترکی که خدا را عبادت کنه. نام خیلی مهم است. نامهای فرزندان را، نامها تأثیر دارد. نامهای خوب بذاری تا تأثیراتش خوب باشه، البته به شرطی که تربیت خوب هم باشه. بسیاری از مردم امروز متاسفانه در نامگذاری از دیگران تقلید می کنند. نامهایی می گذارند که این نامها اسلامی نیست و این نامها نسبتی با خدا و با عبادت خدا ندارد. و چه بسا نام انسانهایی را می گذارند که اون انسانها هیچ رابطه‌ای با خدا نداشتند و هیچ رابطه‌ای با دین نداشتند. لذا در نامگذاری سعی کنیم که اون بعد بندگی را، بعد عبادت را، بعد دینداری را، بعد تقوا و خدا ترسی را حتما در نظر بگیریم. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال دادند عبدالله، عبدالرحمن، محمد، اسم خودشون را، که اینها نامهایی هستند که مشخص نامهای اسلامی هستند. لذا این هم نامی گذاشت که در این نام چی باشد؟ بندگی باشد، سجده باشد، عبادت باشد. مریم یعنی عابدت الله، عبادت کننده الله. و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. و این دعا را هم این مادر دلسوز و دیندار میکنه. همانا این را من به پناه تو در میآورم و ذریتها، نه تنها این را بلکه نسل این را از شیطان رانده شده، این را و نسلش را از شیطان پناه بده و در پناه خودت حفظ کن و نگه دار. الله تعالی می فرماید وقتی که این خلوص بود، این دعا بود، بنده وقتی که خالصانه از الله بخواهد خدا میده. شما اگر بررسی بکنید و مطالعه بکنید اکثر شخصیت های تأثیرگذار در دنیا، صحابه، اولیاء الله و مصلحین بزرگ، دعوتگران بزرگ، انسان های با شخصیت، حتما پشتوانه اینها یک مادر مخلص، دلسوز، دعاگو یا پدر و مادری بودند که همیشه برای فرزندان خودشون دعا می کردند و فرزندان را لقمه حلال می دادند و برای رشد دینی اونها تلاش می کردند. این نوع فرزندان به جاهای بسیار بلند و بالایی رسیدند. لذا از این داستان مریم و مادر مریم همین درس را می گیریم که اگر می خواهیم نسل آینده ما، فرزندان آینده ما، فرزندان خوبی، صالح و مصلحی باشند، هادی و مهتدی باشند، باید از همین اول برنامه ریزی بکنیم برای خیر و صلاح اونها، برای رزق حلال، برای دعا و تضرع، برای ادب و تربیت. همین کار را مادر مریم می کند و دعا می کند. بعد از اینکه اون نذر را می کند، اون اخلاص را می کند، این مناجاتش هست، این دعایش هست که خدای تو این را از شیطان و از حملات شیاطین این را و نسلش را در پناه خودت حفظ کن. الله چیکار می کند؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کرد آن را ربش به قبول حسن، یعنی به قبولیت بسیار زیبا، خوب قبولش کرد. و
وقتی که اخلاصش خوب بود قبولیت هم خوب بود. و انبتها نباتا حسنا، و اون را الله عزوجل رشد داد، رشد دادن زیبایی. مراد از این رشد چیه؟ هم رشد جسمی هم رشد روحی. هم از نظر جسمانی الله عزوجل زود مریم را بزرگ کرد، نشو و نما پیدا کرد، برخلاف بچه های دیگر. بعضی بچه ها رشدشون خیلی خوبه. و هم از نظر روحی، از نظر ایمانی، از نظر عقلی، از نظر دینی، از نظر فکری، همون وقت بچه‌ای بود اما عقلش، فکرش، درایتش مثل یک انسان بزرگ. لذا الله عزوجل از هر جهت مریم را رشد داد. و کفلها زکریا، الله می فرماید متکفل او زکریا شد. سیدنا زکریا که نبی خدا بود، پیغمبر خدا بود، او متکفلش شد، او را به عهده گرفت. اما زکریا چیز عجیبی دید. هر وقت که وارد عبادت خانهش می شد، وارد خلوتگاهش می شد، اون جایی که مریم تنها راز و نیاز می کرد، زکریا می رفت، بالاخره سر می زد. پیغمبر خدا بود، همه مجاورین اونجا را سرپرستی می کرد، همه را سرکشی می کرد، همه را تعلیم و آموزش می داد. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هرگاه داخل می شد بر آن زکریا در اون خلوتگاه و در اون عبادتگاهش، وجد عندها رزقا، میافت نزد او رزق، میافت روزی، میافت خوراکی، میوه، انواع میوه بدون موسم. اهل تفسیر نوشتن بدون فصل. قال یا مریم انا لك هذا، از اینجا معلوم میشه زکریا که پیغمبر بود غیب نمیدانست اینا از کجا هستند. اگر پیغمبران غیب میدانستند خب زکریا نیازی نبود سوال بکند. پس وقتی پیغمبران غیب نمیدانند، پایینتر از پیغمبران که اولیاء هستند، ائمه هستند، اینا هم غیب نمیدانند. غیب صفت خداست. پرسید انا لك هذا، از کجا برای تو این؟ قالت هو من عند الله، مریم گفت اینها از جانب الله است، الله به من داده. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله می فرماید همانا الله رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب، بدون حد و اندازه. الله عزوجل رازق است. این اعتقاد و این باور باید در وجود تک تک ما باشه که ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. هر کسی را خدا بخواد انسان طلب بکند. در روایت هست، تو خطبه همیشه میخوانیم فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب و توکلوا علیه. از خدا بترسید در طلب رزق به صورت اجمال و مختصر تلاشی بکنید. زیاد خودتون رو به کشتن ندید، به آب و آتش نزنید، اما تلاش بکنید و توکلوا علیه، بر خدا توکل کنید. چون ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر مقدر شما رزق زیادی باشه، روز 3 ساعت 4 ساعت شما تلاش بکن، خدا زیاد میده. اگر مقدر شما رزق اندکی باشه، شما 24 ساعت بدو، همون رزق اندک بهت میرسه. لذا باید باور بکنیم، برای رزق طلب هم بکنیم، تلاش هم بکنیم، دست بر دست نگذاریم، تو خونه ننشینیم، بریم کار بکنیم، ولی باور بکنیم که رزق را الله میده. خیلی در دنیا ما همین انسان ها را مطالعه بکنیم این مسئله را میفهمیم. خیلی ها در دنیا هستن تحصیل کرده، باسواد، مدرکشون خیلی بالاست، 16 سال درس خونده، 20 سال درس خونده، اما درآمدش خیلی مشکل داره. میگرده برای کاری که برایش ماهی 2 میلیون 3 میلیون بهش برسه هم قانع است، نمیرسه بهش. اما خیلی هستن سواد ندارند، اینقدر ساده هستند که انسان تعجب میکنه این با این سادگی چقدر پول داره، ولی الله بهش اینقدر میده. معلوم میشه که با عرض کنم نه تلاش انسانه،
نه زرنگی انسانه، نه سواد انسانه، بر اساس اون تقسیمی که الله میکنه. من یشاء بغیر حساب. هر کسی را الله بخواد. یک برادری بزرگتر از هیچ چی نداره، برادر کوچکتر اینقدر داره که نگو. اون برادر بزرگتر از نظر عقلی کامل تره، اون کوچکتر ساده تره. شما وقتی که دور و بر خودتون مطالعه کنی خیلی را میبینید، ولی خدا به این داده. معلوم میشه نه به بزرگی هست، نه به زرنگی هست، نه به سواد هست، نه به علم هست، نه به تقواست. یکی با تقواست بهش میرسه، یکی بی تقواست بهش نمیرسه، یکی بی تقواست خیلی داره و گاهی برعکس میشه. تقسیمی که الله کرده نه بر اساس صالح بودن و غیر صالح بودن، اون خودش بهتر میدوند. پس الله عزوجل رزق میده هر کسی را که بخواد به غیر حساب. اینجا زکریا گویا در ذهن زکریا یک خیالی آمد، یک فکری آمد. زکریا این همه سالها بدون اولاد بود، لذا با خودش فکر کرد که این ربی که بدون فصل غذا و میوه میده، بدون موسم میده، خارق العاده میده، به من زکریا اگر بخواد هم بدون وقتش اولاد میده. لذا حسرتی که از سالها در دل داشت، اینجا دلش را، سفره دلش را باز کرد. هنالک دعا زکریا ربه، اینجا دعا کرد زکریا از ربش، فریاد زد زکریا ربش را. ببینید مسلک انبیا این هست که وقتی که حاجتی داشتی از کی بخوا؟ از یک رب، از کسی دیگه نه. متاسفانه بعضی از ما انسان ها گمراه شدیم. ما از بندگان خدا میخواهیم، ما از مخلوقات میطلبیم، ما از صالحین میخواهیم، از انبیا میخواهیم. خود انبیا از خدا میخواستن، چرا ما از همون خدایی که انبیا از او میخواستن چرا نخواهیم؟ چرا ما دنبال بندگان بریم؟ ناراضی خدا از همین است که بنده را من خلق کردم، من پیدایش کردم، همه چیز به دست من است. از اول قرآن تا آخر قرآن شما ببینید خدا میگه رزق به دست من است، صحت به دست من است، سلامتی به دست من است، مریضی به دست من است، موت و حیات به دست من است. همه چیز به دست خداست. چرا از غیر خدا بخواهیم؟ چرا این واسطه ها را خدا دوست نداره که ما بین او و بین خدا واسطه بگذاریم؟ خدا میگه که ادعونی استجب لکم، از من بخواهید من اجابت میکنم. لذا ببینید زکریا علیه السلام خودش مستقیم از الله میخواهد، ما مستقیم از الله بخواهیم. الله مصلحتش هرچی باشه دیر یا زود اجابت میشه. لذا الله میفرماید زکریا دعا کرد، قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه، بار الها ببخش برای من اولاد پاکیزه‌ای. ذریة طیبه، همیشه از خدا وقتی چیزی میخواید خوبش را بخواید. رزق میخواهید نگو خدایا به من بده، بگو خوبش را به من بده، حلالش را به من بده، بی درد سرش را به من بده. اولاد میخوای نگو خدایا فرزندی بده، پسر بده، دختر بده، بگو صالحش را به من بده. طیبه، خدای عزوجل ذاتی هست که همه خزانه ها به دست او هست. وقتی میخوای همون بهترینش را ازش بخوا. هر کسی که خوب میخواد خدا هم خوب بهش میده. زکریا ذریه طیبه میخواد، این آداب دعاست. فرزند پاک میخواد، از گناه پاک باشه، از آلایش ها پاک باشه، از آلودگی ها پاک باشه. خدا هم پاکی بهش میده. اعلام میکنه خدا چی میدم بهش، میخوانیم در آیات بعد. لذا ذریه طیبه، ذریه و اولاد پاکیزه‌ای بده، از گناه و از آلودگی پاک باشد. انک سمیع الدعاء، همانا تو ذاتی هستی، فقط تو هستی که شنونده دعا هستی، دعا را تو میشنوی. لذا دعای من زکریا را بشنو و فرزند پاک بده.
فنادته الملائکه، پس ندا کردن او را ملائکه. علما میدن این فا را میگن فا تعقیب، یعنی متصل پشت سر او. یعنی بعد از اون زکریا متصلا رفت مشغول نماز شد، همون جا که مشغول عبادت بود، در خلوتگاهش بود، در محرابش بود، پشت سر اون دعا ملائکه بهش خوشخبری دادن زکریا خوشخبری باد تو را، دعایت قبول شد، خدا میده. فنادته الملائکه، پس او را ندا کردن پشت سر آن ملائکه، اون را ندا کردن و هو قائم یصلی فی المحراب، در حالی که زکریا ایستاده بود و نماز میخواند در محراب. سبحان الله. الصلاة مفتاح الفرج، کلید هر مشکل که باز میکنه، مشکل را بنبست را دور میکنه، نماز است. همیشه از خدا بخواهید و مشغول نماز هم باشید. مشکل دارید به نماز مراجعه کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت مبارکه و عادت شریفش این بود که هرگاه مشکل پیش می آمد فوراً به نماز میشتافتند. اینجا معلوم میشه که نه تنها این سنت رسول الله است، بلکه سنت انبیاء الهی است. زکریا دعا میکنه بعد میره نماز میخونه. ما هم هرچی از خدا میخواهیم به نماز مشغول باشیم، خدا را در مقابل خدا عاجزی بکنیم، تواضع بکنیم، جبین نیاز را به سجده بمالیم، الله اجابت میکنه. لذا در حالی که نماز میخواند ملائکه او را صدا زدند، او را ندا کردند ای زکریا ان الله یبشرک بیحیی، همانا الله تو را خوش خبری میده به یحیی. اسم یحیی را هم خدا خودش گذاشت، فرزندی که اسمش یحیی هست. اما این یحیی چند تا ویژگی داره. ببینید این نتیجه ذریتا طیبه. اون گفت خدایا اولاد پاک میخوام. الان الله عزوجل چه پاکی، اون چیزی که زکریا میخواست. زکریا هم یکی از بندگان مخلص، انبیا معصومند، و اون چیزی که زکریا میخواست خدای تعالی از او بالاتر. الله میفرماید چنان یحیایی که چند صفت داره. یک، مصدقا بکلمت من الله، در حالی که این تصدیق کننده کلمه ای هست که از جانب الله است. به کلمت من الله چیه؟ اهل تفسیر میگویند عیسی علیه السلام را میگویند کلمت الله. چرا؟ چون عیسی علیه السلام با یک کلمه متولد شد. الله فرمود کن به وجود بیا، اونم به وجود آمد. لذا زکریا فرزند یحیی فرزند زکریا فردا در کنار عیسی می ایسته و تایید و تصدیق میکنه عیسی را. عیسی ادعای نبوت میکنه، یحیی میگه که مردم عیسی پیامبر خداست، به عیسی ایمان بیاورید. این یکی به کلمت من الله، تصدیق کننده کلمه ای هست که از جانب الله است. دوم و سیدا، سید به معنی آقا، سید به معنی پیشوا، یعنی به تو فرزندی میدهم که پیشوای مردم خواهد بود، مقتدای مردم، رهبر دینی مردم. مردم دنبال روی او باشن، مردم از او تبعیت بکنن، مردم از او فرمان ببرند. این معنی سید هست، آقایی که مردم به امر و نهی او عمل میکنن. و صفت سوم و حصورا، حصور یعنی کسی که خودش را بند میکند از شهوات و از لذات و از کنم که بسیاری از مسائل جنسی. منظور اینه که انسانی هست پاک، همونطور که تو گفتی ذریتا طیبه، همونطور پاک است، اهل شهوت نیست، اهل لذت نیست، اهل هوا و هوس نیست. بعضی میگه حصور به معنی اینه که تا آخر، یعنی
ازدواج هم نمیکنه. اون زمان این چیز بود که ازدواج نمیکردند و فقط برای دین خدا کار میکردند. عیسی علیه السلام هم ازدواج نکرد. علی ای حال حصور به همین معنا هست که یعنی دنبال لذات و شهوات و هوا و هوس و این مسائل نیست. انسان پاکی هست، پاک طینت هست، صفات پاکی دارد. این سه صفت و چهارمین صفت و نبی هست من الصالحین از انبیاء صالحین. در میان ما مردم عوام یک صفتی هست و باز در میان انبیاء یک درجه بندی بین خود انبیاء هست. به این معنای عام همه انبیاء صالحین هستند، اما بعضی ها در بعد عبادت، در بعد قرب خدای عزوجل خیلی از بقیه پیشی گرفتند. این صالحین را الله عزوجل درباره ابراهیم، درباره اسماعیل، درباره اون پیغمبران بزرگ ذکر میکنه. لذا حضرت یحیی را الله عزوجل میفرماید ای زکریا، من این فرزند تو را هم مصدقا به کلمه قرار میدم که تایید کننده عیسی هست و هم اسوه و مقتدا و امام خواهد بود، مردم از او تبعیت میکنند، هم از لذات و شهوات و هوا و هواس بدور هست و هم از انبیاء صالحین من است، از انبیاء خاص من است. این هم نتیجه دعای تو ای زکریا علیه السلام. ادامه انشاءالله در هفته های آینده و در آیات آینده خوانده میشه که زکریا علیه السلام بعداً شتاب زده میشه، تعجب میکنه این فرزند را خدا چطور به من میده. اون بعدا میخوانیم. فقط همین دو نکته من دوباره یادآوری بکنم از درس امشب. یکی این که اگر اخلاص باشد، کاری که برای خدا انجام بدیم، نظری که برای خدا بکنیم و با خدا وعده‌ای که بکنیم، در اون وعده خودمون صادق باشیم، صالح باشیم، مخلص باشیم، الله عزوجل هم به نحو احسن قبول می کند. فتقبلها ربها بقبول حسن. این زن مخلص و زن متقی را الله عزوجل از او قبول کرد به قبول حسن. و نکته دوم اینه که هر حاجتی داشتیم، هر مرادی داشتیم، هر نیازی داشتیم، به عبادت و به نماز روی بیاوریم و فقط از خود خدا بخواهیم، از بنده خدا نخواهیم، از دوستان خدا نخواهیم. دوستان خدا خودشون از خدا میخواستن، ما از خود خدا بخواهیم، بلا واسطه از خدا بخواهیم، ببینیم الله عزوجل چگونه اجابت میکند. یک بار نه، دو بار نه، تا 40 روز، تا 40 سال همیشه از خدا بخواهید. خدای عزوجل هر وقتی مصلحت بداند مشکل را حل میکند، اما همین خواستن، همین دعا، همین تضرع برای ما باعث رفع درجات میشه. الله تعالی به همه ما فهم صحیح عنایت بفرماید. تقاضای دعا شده برای هر دو مورد، برای زندانی هستند. الله عزوجل خودش فرج بیاره، مشکلات را حل بفرماید. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان والتقوى وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. إله العالمين پروردگارا به ما عقیده صحیح، ایمان صحیح، عمل صحیح، اخلاق صحیح نصیب بفرما. پروردگارا ما را به وسیله این کلام زیبا تربیت بفرما، تزکیه بفرما،
اصلاح بفرما اعمال ما را، اخلاق ما را، ایمان ما را، اعتقاد ما را اصلاح بفرما. پروردگارا درست بفرما و اله العالمین توفیق عمل عنایت بفرما. اون چی که میخوانیم، اون چی که یاد میگیریم، اون چی که تلاوت میکنیم در این قرآن، توفیق عمل نصیب بفرما. زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان. مشکلات ما را ای رب مشکل کشا حل بفرما. این عزیزانی که برایشان تقاضای دعا شد، فرج بیار برای اینها، مشکلشون را حل بفرما، مشکل همه مسلمانان را حل بفرما. ای پروردگار، ای رب، ما بجز تو کسی دیگه نداریم، از کسی دیگه نمیخواهیم، نمیطلبیم. تو یار و یاور ما باش، تو ناصر و معین ما باش، تو دست ما را بگیر. اله العالمین ما را از تمام مهلکه ها، از تمام مشکلات، از تمام بلاها حفاظت بفرما. دنیا و آخرت ما را آباد بگردان، از ما راضی باش و در راه رضایت ما را توفیق بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.